بسم الله الرحمن الرحیم. رضا امیرپور هستم، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، ورودی 402 رشته جامعه شناسی، دبیری جامعه شناسی. یه تجربه کلی می‌خوایم بگیم از اون بدو ورودمون به سالانی که قرار بود از اون مصاحبه گرفته بشه تا اون آخرین لحظات اون گزینش و تبدیل دادن مدارک. اول اون لیستی که میدن طبق حروف الفبا بود پارسال، حالا دیگه نمیدونم بر چه اساسیه که شما اون روزی که قراره بری، بعد بعضیا صبح هستن، بعضیا از ساعت 2 ظهر میرن، چون روند مصاحبه قبلا خیلی بهتر بود. الان اومدن کمی تخصصی تر کردن در واقع. اما ممکنه چند ساعت طول بکشه، 5 6 7 8. آره بعد برای ما صبح بود. صبح که رفتیم باید یه کارتی هم هست، اونو باید پرینت بگیری دستت داشته باشی. بعد تلفن و لوازم الکترونیکی هیچی نباید پیشت باشه، اگر هم باشه جلو در ازت تحویل میکنن. پس بهتره که همین خودت نبری بذاری پیش کسی که پیشت هست، خیلی بهتره تا اونجا بخوان ازت تحویل بگیرن. بعد رفتیم داخل. اول یه سالن آمفی‌تئاتر بود، رفتیم اونجا کد بندیمون کردن، 4 تا تامون کردن، گروه بندی شدیم. بعد اول مسابقه تخصصی بود، ما اول بحث گروهی بود. یه چند دقیقه اونجا منتظر بودیم تا نوبتمون بشه. بعد هر پارتی هم که میری داخل نزدیک 40 45 50 دقیقه طول میکشه. یعنی اون گزینه، اون چیزت، مثلا بحث گروهی و نمیدونم هماهنگی و اون آزمون رایانه‌ای و اینا، هر کدومش چند دقیقه طول میکشه، 1 ساعت شاید طول بکشه. ولی مال ما اول بحث گروهی بود. رفتیم یه پذیرایی مختصری هم کردن که دلت شاد بکنن. بعد رفتیم داخل. از بخت بد یا خوششانسی ما شدیم 3 نفر، چون یه نفر که قرار بود هم گروهی ما بشه غایب بود و نیومده. رفتیم داخل، نشستیم. 4 تا موضوع میدن که خودتون باید یکیشو انتخاب بکنین. بعد اون موضوع هم 4 گزینه، یه حالت 4 گزینه داره که باید اونو یه سوال کلی ازت پرسیده، مثلا سیاسی میتونه باشه، مذهبی میتونه باشه، درباره امور کشور میتونه باشه، هر چیزی. بعد میگفت که این 4 تا گزینه رو باید طبقه بندی کنیم. مثلا نظر من اینه که گزینه 2 در طبقه اول باشه، نظر همگروه دیگه هم اینه که گزینه 2 بشه اولویت سوم، مثلا طرف دیگه این که بشه اولویت چهارم. اینجا با هم دیگه تفاوت پیدا میشه. بعد تو بحث گروهی باید تلاش بکنی که همدیگه رو قانع بکنی، یعنی نظر درست انتخاب کرده باشی، اولویتات درست باشه، بتونی طرف مقابلتو قانع بکنی. بعد اونجا یه چیزی که خیلی مهمه، نباید خیلی قد باشی، یعنی بگی که آقا تمام چیزایی که من میگم درسته. یعنی او همگروهیات هم یه نظر خاصی دارن و صحبتون هم ممکنه که درست باشه. اگر درست بود باید اونو بپذیری، اگر نپذیری اینجا میشه یک نمره منفی. چون این بود واقعا. من داخل یکی از اولویتام اشتباه کردم، این از نظر من اینجوری بود. بعد در این روند بحث متوجه شدم که همگروهی دیگه هم در واقع نظری که داره از مال من بهتره. گفت که یه نقدی وارد بکنم به شما، من گفتم باشه اشکالی نداره. بعد این شد که من نظر اون رو پذیرفتم، چون منطقی تر بود و نظرش بهتر بود. در واقع همین شد یک وجه مثبتی برای من، چون من خودبازی در نیاوردم، نظرش رو پذیرفتم. چرا؟ چون نظرش منطقی بود، علمی تر بود و خیلی قابل قیاس تر بود. پس اینجا خیلی مهمه که به دوستاتون احترام بذارید. بعد وسط صحبت کسی نباید بپری، اگر بپری وسط صحبتش یک نمره منفی میذارم برات. باید بذاری اون همگروهی صحبتش تموم بشه، بعد تو شروع کنی. بعد یه چیزی هم که بود، به ترتیب صحبت میکردید. این خیلی خوب بود که نوبتت یعنی سر جاش بود که صحبت بکنی. بعد از بحث گروهی که تموم شدیم شد یه بازی گروهی بود که یه برگاچار میدادن، طرح یه روزنامه دیواری با همکاری هم. یعنی داخل هدفشون از نظر من از این بازی گروهی اینه که میخوام بدونم تو چقدر داخل یه گروه میتونی فعال باشی، چقدر اون نظرت میتونه تاثیر داشته باشه، چقدر اون حرفی که میزنی براشون مهمه. به نظرم هدفشون اینه. بعد یه برگاچار میدن، 4 تا موضوع باز میدن به
که یکی از موضوعا رو باید انتخاب بکنی و دربارش یه روزنامه دیواری درست بکنی. روزنامه دیواری انتخاب یک برگاچاریه که باید بنویسی. بعد اونجا گفتن که نمیدونم اون علل به وجود آمدن اون موضوع، علل زوالش، علل نمیدونم پیشرفتش، این علت‌ها رو باید بنویسی. بعد ما اومدیم اونجا تقسیم بندی کردیم، 3 نفر که بودیم هر کدوممون یه بخشی از این رو در واقع عهده‌دار شدیم که همکاری کرده باشیم که به نفع هممون باشه. پس اونجا خیلی مهمه که همکاری بکنیم. بعد اون احترام و اینا هم که سر جاشو، چون در واقع میخوان یه معلم استخدام کنن. معلم هم تو جامعه ما نشونه علم، نشانه نمیدونم احترام، نشانه خیلی بالایی داره معلم، چون اینو میخوان دیگه باید اون احترام رو داشته باشه نسبت به اون همکارایی که قراره در آینده باهات کار بکنن. بعد از اونجا رفتیم یه تعداد مدارک امتیاز آور بود، کارت بسیج بود، لوحای تقدیر بود، اینا بود، دادیم سیستمی ثبتش کردن. بعد از اون معاینه پزشکی بود. معاینه پزشکی حالا بعضی جا سخت‌تر میگیرن، بعضی جا نه، آسان‌تر میگیرن. یعنی یه چند قلمشو میندازن، یعنی مثلا اگر وزن تو، قد تو اینا رو اندازه‌گیری میکنن، مثلا بعضی جا میبینی که خیلی سختگیری نمیکنن. بعد از اون رفتیم آزمون رایانه. آزمون رایانه هم فکر کنم 60 یا 80 تا سوال بود که باید جواب میدادیم. اونم دقیقاً مثل همون بازی بود، اولویت بندی بود. یعنی از نظر تو الان جایگاه یک معلم وایسادی، مثلا بیشترشون هم روانشناسی بود، یعنی تو جایگاه یه معلمی بودی که باید برای دانش آموز تصمیم می‌گرفتی که آقا مثلا 5 تا اولویت بود، این اولویت بهتره، این بهتره، این بهتره، هر کدومش که از نظر تو بهتر بود اونو باید انتخاب می‌کردی. از اینجا هم که تموم شدیم دیگه باید میرفتی که نوبت بگیری برای گزینش، مسابقه عمومی. برای ما چون دیر شد، واقعا یه پروسه خیلی طولانی و زمان بریه، ولی خوبه. چون دیر شده بود، ساعت 2 بود و گروه بعدی داشت می اومد، ما میتونستیم همون موقع بریم گزینش، ولی دیگه چون خیلی خسته بودیم، مغزمون دیگه یکم خسته شده بود، یه استراحتی رفتیم و گزینشمون رو نوبت زدیم برای فردا صبحش. یعنی این کارم میشه کرد. و اگر اونجا کسی یه منزلی باشه که استراحت میکنه، واقعا خیلی خوبه براشون که صبح برن گزینش، چون هم خلوت‌تره، هم ذهنشون آروم‌تره، هم تسلط بیشتری دارن. رفتیم گزینش هم یه آقا یا خانومی فرق نداره، حالا برای دخترها خانومه، برای مردا آقایونه. نشسته بود و همون اولی که میری داخل استرس دارید. الان من هر جوری هم که بگم استرس نداشته باشین، آروم باشین، اینجور اونجور، فایده نداره. تا نری داخل، تا 2 کلمه صحبت نکنی باهاشون که قصدش باهات چیه، میخواد که آقا تو رو بسنجه. این هدف نداره که تو رو بندازه یا حتی آتو بگیره، این هدف نداره. اگه اینو فهمیدی که در روند مصاحبه همون گزینش خیلی احساس آرامش میکنی، در واقع باش دوستانه صحبت میکنی، اونم که اونجا نشسته باید دوستانه صحبت میکنه. پس این تا وقتی که نری داخل و صحبت نکنی استرست نمیریزه. الان این واقعا برای ما یه تجربه بود، چون میگفتن استرس نداشت باش، ولی ما همچنان داشتیم تا نرفتیم و سر صحبت باز نشد، اون استرس هم خالی نشد. بعد اونجا باز اون مدارک امتیاز آور رو میدی، یه نگاهی میکنه. بعد 2-3 تا سوال یعنی قطعیه در این گزینش. اول خودتو معرفی بکنی، بعد داخل انتخابات شرکت کردی یا نه، این یعنی جزء سوالای قطعیه. بعد دختر یا پسر باشی هم هیچ فرقی نداره، متأهلی یا مجرد. بعد برای متأهلای امتیاز خیلی 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 ویژه قائل بودن، متاسفانه ما نبودیم. گفت که چرا ازدواج نکردی و اینا. گفتم حالا موقعیتش پیش نیومده، ان شاءالله از این به بعد سعی می‌کنیم که موقعیتش پیش بیاریم. روش فکر کنیم. آره روش فکر کنیم. بعد از بیشتر بچه‌ها اولین کاری که شروع میکنن با خوندن قرآنه. بعد این خوندن قرآن هم 100% و حتمیه. این روند که شروع میشه با تو دوستانه صحبت میکنه. یعنی این نیست که مثلا بپرسه
فلان ویژگی چیست، علامت سوال، شما جواب بدی. نه، در بیشتر مواقع نظرتون میپرسه، میگه آقا نظرتون نسبت به تیپ معلمی چیه؟ تو هر نظری که داری، مثلا من خودم گفتم که نظرم اینه باید شلوار رسمی پوشیده بشه، کفش درست حسابی داشته باشه، کفش که در شأن معلمی باشه، مثلا پیرن اتو کرده پیرن باشه، تیشرت نباشه، اینجور چیزایی. مثلا اون دیگه طبق نظر خودت باید البته یه چیزی بگی که مد نظر اوناست، یعنی واقعا اون چیزی که در شأن معلم هستش. مثلا اگه دختر خانومه که حتما، یعنی حتما چادر داشته باشه، یعنی یک امتیاز فوق العاده داره. میگن امتیاز خاصی نیست ولی خیلی تاثیر داره. بعد دیگه میره جلو. بعد یه چیزی هم که هست، حتما آخرین سخنان رهبری رو حتما گوش بدن، مخصوصا که الان در چیز انتخابات هستیم و خیلی قانون انتخابات داغه. حتما این کار رو انجام بدن. بعد رأی دادن، چون رأی اولی هم هستن، نگن که من همیشه رأی میدم، هر سال رأی دادم. نه، شما رأی اولی هستی، بگو امسال اولین بارم بود رأی دادم. این اتفاقا از یکی از بچه‌ها پرسید، یه سوتی هم اینجا داده بود که من همیشه رأی میدم. گفت شما که 18 سالته، تازه شدی 18 سالت، کی همیشه رأی داده بودی؟ امسال اولین بارت بود رأی دادی. یه این باشه. بعد ما پارسال رأی نداده بودیم. یه قرآن هم که میخونی، بعد هی دنبال اینه که یه بدون تو حواست جمع هست یا نه. بعد مثلا من خودم تا آیه سوره رو گذاشت به اختیار خودم، گفت یه سوره انتخاب کن که توش روان باشی و بتونی خوب بخونی. من سوره یاسین رو انتخاب کردم، قلب قرآن، تا آیه 9 خوندم. یه معنی کلمه ازم پرسید، من جواب دادم، گفت خب حالا آیه چند بودی؟ گفتم آیه 9. گفت کافیه دیگه، یعنی میخواد این بدون حواست جمع هست یا نه. دیگه قرآن هم خوندیم و یه چای تعارف کرد. بعد میگن که این یه چیزی تعارف کردن، نه نگیم، مثلا بردارید. ما یه چای هم برداشتیم و یه شکلاتی هم برداشتیم و نسبت به علاقتون به معلمی میپرسن چرا معلمی رو انتخاب کردی، اصلا چرا. یه بعضی هستن میگن امنیت شغلی داره و اینا نه، اصلا موجه نیست. معلمی شغل انبیاست، علاقه، نمیدونم، دوست داشتن، این که بخوای به مردم یه چیز رو یاد بدی، به دانش آموز یه چیز رو یاد بدی، اینا هست. اینی که اونجا باید گفته بشه اینا هست. بعد دیگه بریم کجا؟ خیلی چیزا بود. بعد اونجا چیزای مذهبی تو گزینش میپرسم، مثلا درباره یکی از نمازها حتما سوال میشه، حالا نماز آیات باشه، نماز میت باشه، نماز یومیه باشه، حتما سوال میشه، نماز جمعه باشه، راهپیمایی ها حتما سواله. بعد شهرمون خود الحمدلله شهید مدافع حرم داریم، این خیلی مهمه، حتما میپرسن. امام جمعه، خطبه های نماز جمعه، یعنی اینا سوالیه که اگر 100 نفر رفتن گزینش، از 98 تاش پرسیدن، یعنی سوال قطعیه. از اون 2 نفر هم یه چیز جایگزینی ازش پرسیدن، یعنی نه که نپرسیده باشن. دیگه این مذهبی ها خیلی مفصل و طولانیه. بعد سوال سیاسی میپرسن دیگه. اون تجربه بود که ما داشتیم طی این مراحلی که رفتیم مصاحبه، تخصصی، گزینش، تمام اینا تجربه ما بود. امیدوارم موفق باشیم.